جلسه سوم، بخیه ساده ممتد. در ابتدا یک بخیه ساده منفرد از ابتدای برش جراحی زده و انتهای نخ را قیچی نمی کنیم. به نحوه گره زدن توجه کنید. سپس نیم سانت پایینتر از محل بخیه اول وارد پوست شده و از طرف مقابل خارج می شویم. فاصله ورود و خروج نیدل به داخل پوست از لبه زخم نیم سانت می باشد. پس از خروج نیدل از پوست در طرف مقابل نیم سانتی لبه زخم وارد پوست شده و از طرف مقابل به فاصله نیم سانت خارج می شویم. این کار را تا انتهای برش انجام می دهیم. در انتها برای گره زدن پس از خروج نیدل از پوست از همان طرف وارد پوست شده و از طرف مقابل از پوست خارج می شویم. فاصله ورود و خروج نیم سانت می باشد. مطابق فیلم گره زدن را انجام می دهیم. برای جلوگیری از باز شدن بخیه 5 گره می زنیم.